دوستان سلام. کار با تابلوهای BLT و نحوه احضارشون با کیپدش. اول وارد منو میشی، انتر میزنی، بعد منوها رو با دو تا جهت که داره بالا پایین میکنی. تایم استیشن، کال یعنی احضار، باید بریم توی کال احضار یا فرمان بدیم که بیاد یا هر طبقه‌ای که بخوایم بره، ولی اول باید پسورد رو بهش بدی که بتونی باهاش کار بکنی. این تو قسمت پسورد یه دونه اینتر میزنی، بعد اکثرا همون صفره، اینتر میزنی چند تا، بعد خودش پسورد اوکی رو میده. پسورد اوکی رو داد، بعدش یه دونه با این برگشت میزنی. بذارید من یه دستی کار بکنم بهتر. دوباره برگشت، بعد با همین فلشا حرکت میری داخل همون کال یا احضار، اینتر میزنی، بعد اینجا بخوای هر طبقه رو بخوای بری، تعداد صفرهای بالا میشه تعداد توقفایی که داری دیگه. به تعداد توقفایی که داری اینجا صفر گذاشته، تو میتونی با اینتر کردن و اینجا یه دونه صفر، یه دونه روشن شد، درسته؟ این صفر رو اینتر که بکنی، بعد یه دونه جهت بالا بهش بدی، این میشه یک. الان اینجا خطا زد، خطای خوف. این یه دونه اینجوری یک که بهش بدی، این احضار میگیره میره اون طبقه مورد نظره به این شکل. بعد بخوای برگردی همینو میزنی برمیگرد.